خب بچه سال هفتم اومده گفته که ریشه های معادله همچین معادلی داریم. اومده گفته نسبت به مبدأ مختصر متقارنه. خب و گفته آقا مقدار m کدومه. خب بچه یعنی چی؟ یعنی فکر کن من این معادله رو در نظر بگیرم، من بیام نمیداره x y بیام بکشم، فکر کن یه همچین چیزی داره. مثلا مقدار ریشه همون یکی مثلا x1 اینجاه و x2 اینجاه و x2 میشه منفی x1 دیگه. چرا؟ گفته آقا نسبت به مبدأ مختصات متقارنه. خب این یعنی چه بچه ها؟ یعنی حاصل جمع x1 به علاوه x2 میشه صفر دیگه، چون x2 منفی x1 دیگه. خب ما اومدیم یاد گرفتیم بچه ها که حاصل جمع میتونیم روی یک نمودار درجه 2 به این صورت به این محاسبه کنیم، یعنی منفی b تقسیم بر a. خب این که حاصلش صفر دیگه. حالا من میام جایگذاری میکنم. b اون چنده بچه ها؟ منفی 2 m به علاوه 1 تقسیم بر m شده صفر. خب اینجا من می‌نویسم 2m به علاوه 1 تقسیم بر m مساوی با صفره. خب صورت با صفر باشه دیگه بچه ها، میشه 2m به علاوه 1 مساوی با صفر که m میشه بچه ها منفی 1 دوم که گزینه 3. خب باشه سال هشتم گفته اگر آلفا و بتا ریشه های معادل fx با نمودار زیر باشه، آنگاه حاصل رادیکال آلفا به علاوه رادیکال بتا چند برابر رادیکال 2. خب بچه به نمودار که نگاه میکنیم میبینیم که یه معادله درجه 2 دیگه، یعنی fx رو من میتونم به این صورت بنویسم a در x منهای n به توان 2 به علاوه m. حالا n و m چی هن بچه ها؟ همون نقطه عطفن یا اون نقطه ای که تقارنن. خب نقطه تقارن چیه بچه ها؟ یکی دو و 3 دیگه، چون نگاه کنیم x اون 2 بخشید منفی 3 ایگرویوم منفی 3 دیگه. خب یعنی n میشه 2 اون چنده بچه ها؟ منفی 3. خب در نتیجه fx مساوی است با a در x منهای 2 به توان 2 منهای 3. اینجا من می‌نویسم. خب حالا بریم بچه جوری به دست بیاریم. یه نقطه دیگه هم بهم داده دیگه. نقطه بچه چیه؟ 0 و 1 دیگه. 0 گذاشته 1 شده. خب اینو میام جایگذاری میکنم دیگه. نقطه 0 مساوی با 1 شده. خب a در 0 منهای 2 به توان 2 منهای 3. خب این بچه میشه 4 3 بیاد اینور میشه 4 در نتیجه a مساوی است با 1 دیگه. خب درسته؟ آره. خب پس f x هم بچه میشه x منهای 2 به توان 2 منهای 3. حالا من این عبارت رو باز میکنم x2 منهای 4 تا x به علاوه 1. خب حالا ما اینو محاسبه کردیم. حالا رادیکال آلفا برابر رادیکال بتا بچه ها ما میتونیم به این صورت بنویسیم. اینجا من بنویسم بچه ها مساوی است با این بچه به این صورته رادیکال s یعنی همون حاصل جمع ریشه ها به علاوه 2 برابر رادیکال p همون حاصل ضرب ریشه هست بچه ها محاسبه کنیم. خب بچه این فرمول بچه به خاطر بسپارید. خب حاصل ریشه ها بچه چیه؟ میشه منفی b تقسیم بر a بود دیگه که میشه 4. خب بچه پی چنده؟ پی اون 1 دیگه
خب اینجا من جایگذاری میکنم 4 به علاوه 2 رادیکال 1 میشه رادیکال 6. میگه چند برابر رادیکال 2؟ رادیکال 6 تقسیم بر رادیکال 2 میشه رادیکال 3 که میشه گزینه 1.